خیر، صدقه، تحفه برای کودکا فراموش نشود. برادر عزیز، امروز من مثال 30 روزی رمضان است در اکثری کشورهای دنیا. در بعضی کشورها 29 روز است، لیکن با وجود این آخرین روز است چون که عید الکه اعلان کردن روز جمعه گفته. برای کودک هاتان، کودکای همسایه ها، کودکای مثلا یار و دوست، محله، خیش و تبارا حتما تحفه خریدان، خرسان کنیتان. کودکا حس کند عید را. ما در زمان شوروی 1 می میدونستیم و 7 نوامبر میدونستیم. او شبش به سر و لباسمون پشت خامه رفتیم، حتی اگه پرد میریم گفته. نه، عید قربان و عید رمضان ما نمیفهمیدیم چی هست وای. لیکن امروز کودکای ما باید در رمضان چنان تحفه داده شود، در عید قربان چنان تحفه داده شود که این دو عید همیشه با نیکی در قرارت قلبش اونا حس کند. عقیده و ایمان در قلب فرزنداتون کشت کنید. همسایه ها، یار و دوستا حتما، یعنی این عبادتی بزرگ است. صدقه دادن، تحفه دادن، غیر صدقه فطر، خرسان کردن کودکا، همه وقت پولی نقد کرده مانتون برای روز عید دادن.